خانم یتر، گلسوم. من خیلی خوب این عائله را میدانم. من خوب میدانم که آنها به چه کار قادرند. شما میتوانید که به من باور کنید. تو در این خانه چی میکنی؟ این آدم برادری توست. جواب ده. جواب ده، آخر این آدم برادرت. خانم یتر 3 فرزند دارد. تو و گلسون سیومش این؟ پروکورور فرهاد برادری توست؟ همین طور. جواب ده، شما چیکار کردن میخواهید؟ جواب ده، آخر این آدم برادری توست؟ دیر شد. من خواب میروم. فرهاد به من جواب ده. من به تو میگویم چشمانت رو کشا، جواب ده. من این رو حالا خواهم فهمید. ببخش، مرا لازم آمد که برایم. مشکلی نیست. تو خوراکخوری نمیفرایی؟ صبحی بر وقتم از خوری را بس کن. در این خانه تنها من آدم خور نیستم. تو چیزی میگوی یا اینکه مثل پشه ویز ویز میکنی؟ من اول از تو پرسیده سپس میفرایم. به من نگاه کن. اگر تو یگان چیز را پرسیدن خواهی پس برایم نگاه کن یا که از اینجا برو. انا همین طور. اکنون بپرس. من میدانم که تو چی میپرسی. یعنی همین طور؟ چرا من میپرسم؟ من تنها درباره برادرت سوال دادم. به قراری آمدم که دیگر با شما سرگردان نشوم. زنگ شبانه؟ نه، اون به من اهمیت ندارد. من تنها از اسره خواطرم. من میخواهم به بیمارخانه بروم. او به من احتیاج دارد. پس از جراحی کودکان به نوازش و کمک احتیاج دارم. از حد زیاد گپ بزنی. وقتی گفته که مقصد رفتن داره، همان زمان خواهشی تو ماهیتش را از دست داد. اگر رفتن خواهی میلش، ولی این لباست را عوض کن، دیگرش را بپوش. نشد، نزیبید. ببخش، تنها همین خیلش را میتوان با تخفیف خریداری کرد. اگر خواهی من به تو لباس دیگر میارم. نه، احتیاج ندارم. لباسهایم خیلی زیادند. شاید به خانه رفت آنها را بیارم. خوب، بس است، برو. صبح بخیر. خوش آمده. چه خوب شد که شما آمدید. بخیر است؟ یتر خواهش کرد که با اهل عائله همان صبحانه میخوریم و ما آمدیم. خوراک را از بالا آوردن. اکا به شما دست دراز کرده هم نتوانستم.
ایدیل ممکن خوراک برای تو کمی وزنی کند. صبح بخیر. به همه صبح بخیر باشد. چقدر هوای خوب، همین طور نه؟ هوای فورم. انیق که امروز بنیاد روز خوب می شود. صبح خیر. گلسون کجاست؟ نپرس. آنقدر کلچه قندی زیاد خورده است که درونش می رود. شوربه خورده خواب کرده است. درون رم. من او را به بیمارخانه میبرم. چی لازم؟ در خانه خودمان دکتر است. حالان که او دیروز به مثل کودک نگاه و بین کرد. تو در این باره چیزی نگفتی اصلی؟ من فکر کردم که خودت میدونی. خب مایلش، من میروم. به همه شما اشتهایتان. تو گرسنه‌ای؟ بشین. نه گرسنه نیستم. تو گرسنه‌ای؟ بشین. بگیر. شیرینی را دوست می‌داری؟ به همه اشتهای خوب. بیا پسر جان بیا. به فکرم تو امشب بسیار کار کردی ها. بیا. اعضایان عائله مهربانم، من مجبورم که یک چیز را به شما گویم. نترسان مرا پسر جان. چی واقعه شد؟ این زن در اینجا چیکار میکند؟ من مگر به تو نگفته بودم که تو هیچگاه با این زن ملاقات نخواهی کرد؟ این کودکی کیست؟ مادر. عابدین؟ مگر این کودکی شماست؟ تو چیکار کردی عابدین؟ من پدر شدم. شما باشید بیبی شدید مادر. سفسطه نگو عابدین. این شوخیست؟ همینطور؟ ها؟ با خدا قسم که من از این تماما خبر نداشتم. وقتی که شما صفیه رو راندید او حامله بود است. با اپا هم چیزی شد. اپا مادر. اپا مادر. یک لحظه زود آب بیارید. آب مادر. اپا مادر جان خوب هستی؟ اپا. مادر. سر دهید. شد او رو گذارید. بگذار آزاد نفس کشد. کلینم او رو بیند. در خانه یگون خیلی دارو هست؟ البته حاضر. مادر خوب هستید؟ ای اپا چی شده است که از هوش می روی؟ ما می توانیم که به کاری عاشقان دخالت کنیم. ای ببین در اینجا کودک است. این کارت گناه است. گناه. تو به خاطر این کودک شده به کلینت اجازت میدی که دستی تو رو ببوسد. ما باشیم ازدواج آنها رو رسما به قید میگیریم. مادر جان التماس مرا ببخشید. میلش اگر شما مرا کشید هم انگشتم رو نمیبردارم. برخیزید در اینجا بشینید. خدایا تو چیکار میکنی اپا؟ ایدیل تو هم بیا. خوب برادر خوب. ما همش را حل میکنیم. زیغ نشو.